بسم الله الرحمن الرحیم. می امروز بخیر پاراگراف گروپ می خوانیم که در پاراگراف گروپ چیست. اول در گروپ اینجا بولتس است. چیز بولتس توسط این کماند می توانیم که در شروع پاراگراف عکس یا سمبول بیاوریم. عکس یا سمبول بیاوریم. کنترل پلس شیفت پلس ال شارتکټش است. دوام कमांड के एस बनामे नंबरिंग एस चीज नंबरिंग तो वैसे तीन कमांड भी तो आने थी दर शुरू पैराग्राफ ह्रूफ या नंबर भी आवरें ह्रूफ या नंबर भी आवरें शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एल एल कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल शिफ्ट प्लस आर्ट और मुहिम नहीं कि शिफ्ट अवल में गिरी आखिर में गिरी दो वर्ड से करना वो दे कंट्रोल से करना है. फर्क इसको फॉर्मूली बीवी नहीं शागिर्दा अवल बुलेट्स में आ रही दर शुरू पैराग्राफ ज़माने दर कंप्यूटर या दर प्रोग्राम वर्ड तब्दील बेश ज़माने के इंटर करें ची वक्त अगर इंटर माना कने मी एक मौजू असा मुतजरियान दारा अगर 100 ورقم شوا می موضوع می تو پیش میره وقتی که ما به ممکن انتر کردیم دیگه پاراگراف شروع میشه. ما چی گفتم پاراگراف چه قسم تعریف میشه group of sentences which gives complete meaning is called a paragraph. خب اینجا اگر بخوای که علامه خرد کلام کنی انتخاب کو میخوای که تبدیل کنی انتخاب کو اینجا بیا یعنی هر علامه که میاری اردا میتنین. خود در شروع پاراگراف برات گفتم در کدام جه میشه که لیولش تغییر کنی. لیول معنی یک موضوع را در دیگه موضوع شامل کنی. میبینی با لیول با ٹپ بٹن هم تبدیل میشه. با کدام بٹن بس که ریوس می بکس سپیس است. یک چیز خاص در یک جای پیج قرار میتی او را چی بته؟ لیول بته. چی باید بگیره؟ لیول. از کدام جای اینجا شپ و سمبول و اینجا سمبول ها یا دادا میدانه مگر بخوایی که نہیں زیاد چندین سمبول ایرا ما مکمل ڈیلیٹ بکنم. در اینجا چند پاراگراف است؟ 5. کجا اینجا میم در هر پاراگراف باید یک سمبول بیان. میخوایم که یارا تغییر میکنیم. کدام طرف در مابین باید باشه. کم مابین شد.
میخوایم که نه رایت طرف راست باشه، طرف راست شد دیگه. میخوایم که سمبول دیگر به کدام سمبول می د فونتش میری اندرلاین هم میتونی رنگ بگیره، دبل اندرلاین باشه. خدا می نوشته اینی رنگ بگیره. بر بخوای سایزش کلان میکنی میشه که با هر کدامش اینجا به هیچ کلان نمیکنه مجده، اینجا بس کلان میشه. کلان خود با گفتم اینجا میشه. ایچی آوردیم سمبول گفتم میتونیم که بیاوریم. اینجا لیول داده این سمبول، این سمبول نه یک عکس میاری ورک آفلاین. اسکرین شات است اینجا بی دیدی یکس نه دیگه عکس میاری. ورک آفلاین اینجا نباشه دیگه جا میتونی بیاری. ببین اگر او عکس نباشه مثال اینی عکس با میارم انسرت اوکی نشه که عکس هم خود دو بزر کن. تو میشه سوالات کنش با یک خطش مثلا یک خوب دیگه دیگه نه میشه. فهمیدی؟ دو سوال define multi-level list یا اینجا می more full list نی در current paragraph چی باید باشه؟ میشه که در پاراگراف موجود عکس صحیح؟ یک عکس مرده میتونم دیگه عکس یعنی میشه خوب سوال. یا چطور بتاریم یا ما با شارتکت که میارم. خب این علامه مساوی گریتر دین سپیس یا دبل مساوی گریتر دین. صحیح میشه که دبل مساوی خالی دست ای رقم گریتر دین میشه که less than مساوی باز گریتر دین میشه که شگرده یا میشه او دبل سپیس نوشته کن یا کنتو پلس ش پلس ال یا کجا اینجا ورده میتونیم. یعنی اینجا شما فهمیدین که توسط این کمند میتوانیم که در شروع پاراگراف چی بیاوریم؟ اوپن سمبول یا عکس بیاوریم. در کدام چه؟ در شروع پاراگراف. خب در بولتس پاراگراف چی وقت ختم میشه؟ وقتی که تکمیل شد یعنی تکمیل که میشه یعنی دیگه که شروع میکنیم در پاراگراف انتر میکنید دوم پاراگراف شروع باز انتر که سوم باز انتر که چهارم و دی وقت که بعد نور پاراگرافونه شروع کی. نمبرینگ
خب بولتس بود. خب فهمیدین که در شروع پاراگراف نمبر یا سمبول. اینجا چی کار کرده میتونیم؟ در شروع پاراگراف میتوانیم که نمبر بیاریم. میبینی حروف یا نمبر برات گفتم. هر نمبر که آوردی در پاراگراف استارت شو به لیول هم داده میتونی. لیول به این معنی که یک نمبر شامل کلیه. این رقم لیول میتی. اینجا آسان لیوله. اینجا نمبر پرس کردیم یک آمد. نوشته میکنیم انتر کردیم دو آمد. ما میگم دو بیده ای جور شود. اینجا به لیوال بده. پس لیوالش تغییر میکنی. یک دو شد. این کار با شرکت هم کرده میتونی. یعنی تاب پرس کنم. میخوای پس سی شود. باکس پیس. سوال سیام تاب باکس پیس. اگر یک شخص بگه که اینجا نمبر به میتونید نمبر هم استفاده کنید. انتخاب کو برش بگه این نمبر است. یعنی اینجا ما میتونیم که نمبرها هم بیارم. خب اینجا گفتم که میتوانیم که نمبر بدهیم. یعنی به هر لیول میتونیم نمبر دادن. کدام قسم نمبر که میتی به لیول اینجا نمبر داده میتونی. اینجا لیول داده میتونی. دوام دیفاین میکنیم. مثال این نمبر نباشه الف بیتی باشه. یادتان است؟ این هم میتونی دیفاین کنی. معرفی کنی. دیفاین این نمبر نباشه 001 002 003 به شکل. از کجا آوردی این چیزا؟ این چیزها میتونیم که از دیفاین بیاوریم. از کدام جه؟ از دیفاین آورده میتونیم. یا میتونی که فونتی از یارا جور کنی. فونت اگر انگلیش بود اینجا بیا. اگر مثال دیزاین میداد اینجا بیا. هر دیزاین برش داده میتونی. نه معرفی کردن میشه که اینجا کلیک کنی از این طریق هم جور کنی. اینجا پاس بیم با دیفاین لفت سنتر باشه این علامت. دیدی؟ در دیفاین یا نمبر یا حروف یا سمبول چیزا را آورده میده. اینجا استایل داده میتونی. اینجا که بیاری برات نشان میده کدام طرف اینجا پریویو کرده میتونی. مثلا دیگه شروع کنیم یا بیتی سیدن هر وقت که تغییرات میاوره انتخاب چی میکنی سرش. امیدی لیوال میدی دیگه چیکار کنی میتونی. دیزاین میدی. صحیح طرف میاری. یا بسته پایین اشی دیگه ست نمبرینگ ویلیو چی کار میکنی؟ مثال اینچه نمبر آوردیم. میانی این نمبر آوردیم که انتر کنیم معاف شده 8 9 10 11. پس با میخوایم از یک شروع شد. اینجا می set start new list از چند؟ از یک. میخوایم دیگه لست شروع شد. مثال از 11 یا میخوایم که دیگه از 40 شروع شد.
لی بटन که پرس کنیم هیچ نمبر اسکیپ نشده، نمبر اسکیپ نشده و مگر نمبر ها چی شده؟ 8 شده. یعنی تیر نشده چی نمبر ها، همین تو خالی اعلان نکرده دیگه. فهمیدی؟ ما میخوایم یک چند نمبر اسکیپ شو. اینجا پایین چی کار میکنه؟ continue from previous list start. مثال 7 تا میخوایم تا 14 برو، 14 شروع شده نشد خود در بین ازی خالی نمبر ها مانده. حالا اینجا کلیک 7 8 9 این نمبر ها چی قسمی مانده؟ خالی مانده. یعنی از این نمبر ها اسکیپ شده. اسکیپ مانا تیر شده و سابق که بود اسکیپ نشده بود حالا اسکیپ شده. یعنی نمبر اینجا مانده. اگر میخواستی که اسکیپ شوی اینجا کلیک کو پریویس میشه که شما 100 نوشته کنی 100 نمبر اسکیپ میشه. یکی هایر باشه هیچ معلوم نمیشه، آن باشه اسکیپینگش دیده میده. یا چطور بتانیم که نمبرها با شارتکٹ بیاوریم؟ یک نوشته کو داٹ نوشته کو سپیس بده انتر کرده با. یا یک نوشته کو علامه منفی بده سپیس. یا یک نوشته کو قوس شروع سپیس. یا قوس شروع یک سپیس قوس بند سپیس باشه. یا یک گریتر دین سپیس باشه. میشه که یک دات سپیس انٹر ٹب بٹن پریس کو ریجوس سیجوس انٹر انٹر سوال دو انٹر ٹب بٹن انٹر بوز انٹر سوال سے انٹر بٹن ٹاپ پریس کو بتاناس. یعنی به این شکل ما میتونیم که نمبر ها بیارم. یا میشیم 20 دات سپیس ها 20 دیجه یا میم A دات سپیس A قوس شروع سپیس قوس باز قوس بند سپیس A minus space A greater than space A greater than what space. या E कनान डॉट स्पेस قوس شروع A कलान قوس बंद स्पेस. हाँ इंटर की करने पैराग्राफ तब्दील मिशन A कलान ग्रेटर देन स्पेस A कलान माइनस स्पेस A कलान वाला माइनस स्पेस. या आधा रूमी नविष्ट मेकरी I डॉट स्पेस मेशा के नविष्ट करी I माइनस स्पेस खाउस शुरू I खाउस बंद स्पेस. या इन जमीन I greater than I minus space میشه که اعداد کلان رومی I dot space
فهمیدید یا نه؟ فهمیدی کماندارا؟ بلوچ نمبرینگ بلوچ نمبرینگ چی کار میکنه؟ بلوچ خو؟ شام کماند داریم بنامی ملتی لیول لیست چیز؟ ملتی لیول لیست توسط این کماند می توانیم که بولتس و نمبرینگ را تغییر و تبدیل کنیم بولتس و نمبرینگ را تغییر و تبدیل کنیم به هر لیول دلخواه سمبول یا عکس بیاوریم به هر لیول دلخواه سمبول یا عکس بیاوریم و هم می توانیم که نوشته را به شکل اوتلاین بیاوریم نوشته را به شکل چی بیاوریم؟ اوتلاین بیاوریم امو سوال کی شاگرد کی سوال کرد های امو کل امو جواب میده که میخی بکرن پروگرام یاری سپیس کم باشه زیاد باشه یا میخی که پلانه لیول مثال اینجا ما نوشته کردیم یک تب ای آمد یا نامد ما میگم که لیول دوام است یا نیست میگم دوام لیول بید ای نبی اینجا در ملتی لیول نیست بیم اینجا خو لیول اینی چیزا داره نه دلخواه چطور جور کنه ما ای اینجا آمد لیول دو ای نباشه اینجا چی باشه دلیت بولتس و نمبرینگ و نیو بولتس و نیو نمبرینگ و نخیم چوکارت باید بی اوکی سوال دوام انتر خانه خالی که یک نفر تک مارک میکنه چی میکنه؟ شکل تک مارک کرده میره یعنی از کجا آوردی یا منجا آوردی یا این معلومات داری میخوایی که اینجا چپتر 1 به ملتی لیول لیست article chapter است یعنی انسان کدام جای؟ تک مارک میاری؟ او جدا وظیفه است تک مارک را کدا بری میجا سمبول یک تک مارک میاره خدا بو یک جای خو نمیتونی در یک وقت بیاری گردان است میشه که تو یک ڈرا کنی یک به شکل عکس اونجا ثبت کنی گردان مثال اینجا رفتی ها مثال شما میخوای چار چوکار باشه چار چوکار به میخوای که تک مارک داشته باشه چی داشته باشه؟ صحیح؟ ये भी शक्ल अवल में तरीके सख्त करें Alt stop अंटेटर वाच सब कधी जमाने कर वक्त बखाई साल माखिंजा या कदा इंजा میخوایم که اینجا لیبل دو پکچر به دسکتاپ آن تایتل اوکی
این کارم کمال کار داره پیرتان باشه فهمیدی کسی که سوال کرده باز میفهمه یا یعنی این رقم که جور می کمال است سر ذهنت باز است در کامپیوتر جواب میده خود آپشن همون کامپیوتر است که نبره تاور یک لیست یک فهرست یک رپورت جور میکنم که ثبوت شدم اما تک مارکا هم کس میخواه که نه چوکار بیه زود برو اون را جور کن خود دراپ کن که جور کردی باز اما رقم استفاده کرده برو یا همینجا شاگرده اینجا این دیزاین هست این دیگه اینی است که یک لیول میتی چندین دانه 111 میگیره یعنی اینجا لیول چه نام اعلان نمیکنه تنها میتونی که از یک را چی کنی شمار کنی که چند دانه لیول اینجا اعلان شده اینجا لیول اینجا شبهای میتونیم که دیزاین های هر کدام می آوریم و اینجا دیفاین با کدام لیول چی میاری اینجا بیا فونتش کجا باشه نمکمل ما اپلاین چینج تو سر مکمل پروگرام یا می بالایش بان یا در موجوده تغییرات که میاری خب لینک لیول تو استایل کدام استایل نو استایل داشته باشه ما خود لینک شما میتی چی که میگیره 1 2 3 ABC لیول تو شو این گالری 1 همیش نشان بده 1 صحیح است تا گالری که میجا برد نشان میده می یک صحیح است که همیش یکش بده list some fields list name فیلدها را خو اینجا نداریم که چطور کنیم list کنیم ای از چند شروع شو نمبر یا لیول ما از یک خو هر کدام که اینجا تغییرات بیاری تغییرات دو می سپیسش ختم میکنی نی تاپ اضافه میکنی نی سر کدام طرف سپیس کم باشه زیاد باشه سر کلگی عملی شو سر کم عملی شو خود درباره اینی اپشن شگرده ما یک روز درس دادم دیگه ریکارد فکرتان است؟ برای شما که هیچ قسم دیپ بیرم برات مشکل میشه فکر نکنیم که یاد بگیریم دو ریکارد ما اینجا است در کامپیوتر ما است کمالی که تشریح کنیم حالی می تشریح خو امره اگزامپل که تشریح کنیم ما که میفهم شما چی میشی گنگس میشی بس آسانه امو قدر که باش ایرا که تو یاد میگیری ما برات پیش میرم نه خانمی برات گفت حالی برات تنها توی قدر یاد بگی که بولرز نمبر سمبول عکس آورده میتونیم حروف نمبر آورده میتونیم مولتی لیول تغییرات آورده میتونیم بس چی؟ مولتی لیول لیست تغییرات آورده یعنی مولتی لیول چندین لیول بار کدام چندین استایل داده میتونیم بس است